گاهی برای افزایش فروش باید به مشتریت حق انتخاب بدی. ماجرای قدیمی کوکاکولا و پپسی رو یادتونه؟ یه زمانی کوکاکولا اومد یه دستگاه نوشابه توی فروشگاه گذاشت. چند وقت بعدش پپسی دستگاهش رو دقیقاً کنار دستگاه کوکاکولا گذاشت. همه فکر می‌کردن فروش کوکاکولا نصف میشه، چون 2 تا برن کنار هم یعنی تقسیم مشتری. اما چی شد؟ فروش بیشتر شد. چرا؟ چون آدما وارد بازی ذهنی دیس اوردت شدن. کدومو بخرم؟ کوکاکولا یا پپسی؟ این سوال ذهنتو از حالت نخریدن میبره به حالت انتخاب کردن. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه گزینه داری راحت‌تر ردش می‌کنی. اما وقتی 2 تا گزینه داشته باشی مغز میره به حالت انتخاب کردن و تصمیم گیری. یعنی چیدمان گزینه‌ها طوری باشه که مغز مسیر تصمیم گیری رو آسان‌تر ببینه. پس رقیب همیشه تهدید نیست. گاهی حضورش کمک میکنه که مشتری بتونه راحت‌تر تصمیم بگیره. تو فقط باید یاد بگیری که چجوری انتخاباتو درست بچینی. اگه میخوای از این سبک محتوا بیشتر ببینی، ما رو دنبال کن.